سلام دوستان، امیرکس هستم و خوش اومدید پارت سوم بازی بتلفیلد 6. آقا اگه قسمت های قبلی رو دیده باشین که میدونید داستان چیه و چی شد اصلا ما رسیدیم به اینجا داخل جنوب اسپانیا. اگه ندیدین که یه خلاصه بخوام بهتون بگم که داخل قسمت اول یه ارتش خصوصی به ما حمله کرد. همزمان بذارید من اینم بزنم بریم داخل گیم داخل سال 2027 و از اون قضیه گذشت که حدوداً یک سال گذشت و رسیدیم به الان، یعنی 28 که چیزه یادم رفت به این که سال 28 و الان آمریکا داره بهشون حمله میکنه داخل یکی از کشورهای که اون ارتش خصوصی محافظتش رو داره. اول با تکاورا و اینا حمله هوایی کردیم، پدافنداشون رو زدیم و الان هم داریم از دریا اینطوری داشتیم حمله میکنیم. بریم ببینیم بازی چی میشه. واقعا خودم خیلی خوشحالم که دارم این بازی رو انجام میدم و لذت می‌برم. امیدوارم شما هم لذت ببرید. اوه بوم میزنه اینجا بزنم چی میشه یا چی شما نه آره دیگه قشنگ از اونجا هم وایستادیم نگاه کردیم که بچه ها چطور حمله کردن فلان مستان همه اینا الان اینم بیم عوض کنیم مرسی. یک و دو هم میتونیم نوع تیر زدن رو عوض کنیم و اشتباهات لود هم میکنه. نه اینم رگبارشه، اینم از اینا. من الان کجا رو باید تیر بزنم؟ برادر من همینطوری میزنیم ببینیم چی میشه. لله بده من نورماندیه مگه. خب این برای تو. اوه داداش اوه داداش. خب بابا من که تک نمیتونم بزنم این همه رو. بزنید دیگه. آها این یکی بزن چه سگجونایی یعنی. چرا بهش نمیخوره؟ بخور دیگه. آها این هم هست. این هست کجا من. خیلی خب باقیشون نه با ما یاد نه داشته زیر سریعتر میری. با اف هم جا جانش کرد. بابا این از این بابا یواش دوستان عزیز یواش بابا خودیم قشنگ جنگ تمام عیار کردن. این از اون اینم از این. کلن بیا پایین. با اینا نمیشه با زبون خوش حرف زد و با خاک یکسانش میکرد. گرفتوندن بچه ها رو. ای پدر مادر بمیر از دنگی عوضی. تویی دیگه نیستی اینجا رو. بذار من خرابش کنم کلا.
اینطوری میزنیم. باقیشون. آها سلام علیکم، حال شما؟ خونه خاله است ها که با آرپیجی بیای و ما هم هیچی هم داریم این بول بشیم نگاه کنیم. داداش مگه علکیه، این خونه خاله است. برو بریم، برو داداش خیال تخت کف آرشون میکنم. برو برو تانکو دادی و دیگه تمومه دیگه پدرشون برمیارم بایسته ببینم. بد زدنش پذیری بابا، باریکلا. هیچ خب تانکو نگیر دیگه، چرا الان باید از تانک بیایی بیرون؟ اشکالی نداره. حالت خوبه داداش؟ حالتون خوبه؟ اینو زنده میخوام، اینو زنده نگه دار، فهمیدی یا نه؟ اوکی نگه میدارم برات. نگران نباش، زنده میمونی. زن و بچه منتظرن، زن و بچه قراره ببینن تا آروم، اصلا نترس، حالت راحت، زنده برمیگرده. تو اینجا نمیمی، میمیره ولی بین خودمون باشه. به تلق و دلوغ میکنه، درست صاف برو دیگه. بابا اون اسلحه رو بده من برم پایین بهشون بگم. باریکلا برو دروا کن، دروا کن. بله این چیز بود، یکی از اون تکاورا بود که قسمت دوم باشون رفت. نمیبینمشون. سلام علیکم، حال شما؟ بیا جلو بیا جلو. سلام. کمی میکنن و من الان اینو با کی بزنم؟ عجب آروم باش، خیلی این داری اومدم. الو آی اونجا تک. آقا مگه ما تک تیرانداز نداریم؟ عجبا. بسا بینم اونجا رو بزن، اونجا رو بزن. آخ آخ بچه زدن تو شورتم آقا قشنگ. بیا منو بلند کن، بیا منو بلند کن. بودو سریع باشو سر. اوه داداش آروم باشو نمی. وای اینم از این اون ندارم بابا، مرد کن. بزن اینو بزن، از اون بالا بزن. بزن این سر رو نارنجک اندازمو در رم. آروم باش. پارمون کرده. بیا داداش بیا بلند کن. اوه چی داری میزنی تو خوش کردی. اوی بیا بابا. آها اینم بابا تخم سگ. خب من الان چیکارش کنم؟ بستا بینم. آها بیا پایین.
بمیر بابا، بمیر. کی داره از پشت منو میزنه؟ نگاه کنم همه جا هم وایستادن بدن نه آقا گوه خوردم. آقا من گوه خوردم اومدم اینجا. من معذرت میخوام ازت. یه آر پی جی بده من. بمیر. حالا از این کلا این ماموریت خرد داداش بمب اتم میزنی چیکار میکنی؟ خب دیگه انقدر نیاد دیگه، انقدر سریع هم نیاد. آها تانک بازی دوباره با تانک برای بریم جلو. ها برو بده من این برو داداش همه شونو برو کنم، هیچی اصلا نظر او من تازه میتونم اینم تعمین من اینو نگهش دارم. فیکس. الان من اینو کارش کنم. برو بابا نگاه کنم پدر و مادر. خب ما تانک آوردیم برای کی الان اینجا؟ باقیشون بیا داداش حرکت کن. مرسی آر پی جی. آها این اولی خب تو الان بعدی هم بگیم. بعدی حالا میریم سراغ بعدی دیگه. خودم عجب عجبا این باید الان این ساختمون میمد پایین دیگه. آها الان میاد پایین. این هم بریم تعمیر کنیم. بانکمون ترکوندن ها داغونش کردن. هیچ از این پشتش همینطوری شیش ها همینطوری جوشش میکنم. ببینم ای بابا داغ میکنه. ساختمون رو قشنگ آورد پایین. بزنم بیار پایین رحم نکن. گیر انداخته داشت یه خورد میری جلوتر. ما هم میزنیم اینش که تموم شد. الو بابا مرد سوی با چی داری میزنی؟ من اصلا نیفهم اصلا از کجا دارم میخورم. نه تو رو خدا داشت رحم کنید به جوون. نمیشه همشو بیار پایین بابا رحم نکن. من دارم از کجا رد میشم خود خدا. از این توفنگی بدم میاد.
اگه نمیتونم برم که چرا عجب. آی بریم بریم. کلا با RPG هم بچه ها دوست دارن ها. بیا بابا بمیر. یا خدا یا خدا، یعنی بچه ببین. یه دارم عصبانی میشم دیگه، یه دارم عصبانی میشم. ای بابا ای بابا برو. سالمی بیاریم برو. کجاییم؟ ببینم. آها هدشات. عزیزم یه حرکتی بزن دیگه. بابا من تیر ندارم. خب الاغ بزن همین توی تیر روش بزن دیگه. آره جنگ ایه کثافت عوضی. برو اینا. آها دست اینا قطعا گرفته بود. برو اینا. دارم برو جلو. بابا خود آرام صبرم بدید بوده این رو من تعمیر کنم. تمام. دهنمون رو سرویس کردن ها. برو جلو. متر کنش دیگه. بریم. تانک خب بریم اونو خورد میکرد دیگه. یه چی نیازی بود ما این همه بیاییم این بر بریم اون بر. راه بیاییم حالا. آقا چیزی اینجا نذاشت برای ما. لوتی موتی. ای بابا. چه خبرم همه شو ریدن توش ها. اوه خب اینجا که راحت میتونن بزنن دیگه. اسنایپر رو رحم نکن. رحمشون نکنی ها. میخوای بدیم منم ببینم یه سر؟ مرسی ممنونم. ببینم کجا؟ آها هدف اصلی اینه ها. این مرد که خب یکی از بچه همون هم اسیر کردن به دست افتاد. با دندون همون تیکه پارت میکنیم به همین دیگه. نه من دستم به توی تخم سگ نرسی فقط. ارتش یعنی میاره خودشون آموزن یه از ارتش خصوصی و اینا گذشته. به دست سگ
تمومه، تو مردی مرد، تو مردی و این حرکتت دیگه تموم. خودش کار خودشو تموم کرد. برو بریم، برو بریم، کارش تمومه با اون حرکت. اوکی، از اینجا راه نداره بریم. چرا داره؟ Charlie 5, you are cleared to move in. Roger that, Dagger 1-3. Coming in from your 3 o'clock. Enemy armor, south of the square. اول اینو بزن، اینو بده من. آرپیجی اوکی الان، همه چی تیر و میر و همه چی هم بده. آرپیجی بده من. خداحافظ. الان آرپیجی بچه ها اینجا بده من. کردی؟ نه بابا نزن 2 دقیقه پدر سگزو ببینم دارم چه غلطی میکنم. کسی هست بیاد اینجا؟ بیا بیا بردستو بیا. دو راه بیا. دو دیگه موری تا بیا یا ای بابا. بردستو بیا، رو بیا این دیگه ناموسن. اینجا بلند کن دیگه، سالها بعد. اینو به تلفن بشه. تو که خدا نگهدارت باشه. سلام علیکم. منو میزنی منو فرو تموم شدیم دیگه خلاص. حالا ببینم کی اونجا باز واسه من شاپ رو بکشه. داشت میست برو اومدی اینجا واسه چی؟ داداش ساختمون رو نریز رو سرم بران. بیا بیرون پدر سوخته. اون یه جلو چشمون گرفت. ببینم نه آرپیجی وایستاده واسه من. دندونام تیکتون میکنم. اینو بده من. برو تو همینطوری با بوم میام. اینا میخوای چی کار کنی؟ بسته یواش بچه آروم. اینم کجاست؟ تموم سیفه بریم. حرکت یس ایه پدست سوخته. بمیر. واه بیولا بابا کار میکنی؟ اینو بده من برو جهنم اون سیفته. کار کن حالا بابا بمیرین دیگه. برو بینم بابا خدا نگهدار.
برو بیرون، برو بیرون مرد حسابی. نگاه کنم. اوف اوف، واقعا اوف. روامونم خسته رفت. این همه که من از اینا کشته بودم. Conduct SSE. رسیدیم به پرونده. ایوه. خب Bunker's gone. ای بابا، ای بابا، Patch. هشت Looks نستمون like our نگیره. ride is here. این همه از هوا و زمین و این ور و اون ور اینا حمله کردی، آخرم هیچ جوی هیچ جو. What the fuck no. برو بریم آقا جان. این هم از این همه حمله میکنی، آخرش هم هیچی. The world as it's commonly known has crumbled. این هم ببینیم و Alliances that held since the end of World War یه II, ببندیم ویدیو رو. gone. نظرم All the traditional assumptions about who's on whose side, gone. این هم انگاری نفوذیه But you دیگه. know, every crisis طرف is an خیانت کرده، opportunity. مأمور فدرال خیانت کرده. حالا Like the man said, ای داره چرت و پرت میگه. chaos is a ladder. خب دیگه چی؟ Gotta wonder how Kincaid evaded all detection. His forces bypassed early warning systems, weren't revealed on ISR. How'd he do that? بابا دوتا Maybe بزن they're تو pros. دهنش، همه چی شد. Maybe the same به one who حرف got میاد inside my دیگه. house. They came in like ghosts and executed وایسه این hundreds of باشه این حرف decorated میزنی. Brits. Hard دوتا بزن bastards. اون به They حرف got میاد. rolled. Even worse than I did. Georgia was a Pearl Harbor attack. Gibraltar was worse. They had new tech, and you didn't tell us. I did not withhold intel about PAX tech. None of the countries داری supporting طولش PAX میدی. make shit that نمیخواد can match حرف that بزنه kind of ها. entrance. But داره we do, تفره though, میره. don't we? Were you here on orders? خب I wasn't able to make contact with you. Whose assignment is this? What happened to trust me like I trust you? You know, like in Cairo. You don't trust us? That hurts, Mills. Of course I trust you. That's why I sent you to Cairo. I knew you could handle little things like an impending civil war. And the Egyptian president cutting a deal with Pax to help the army. And Faik Salim selling intel to Pax. I wasn't sure about Salim. That's why I needed you for confirmation. But you guessed داره Georgia was اعصابمو heist. خراب میکنه. Pax was there to steal something from us. Yes. بلد نیستم. I had to find out if they were willing to use it against us. We had one good unit on the ground. Special Missions Unit 777 under Ibrahim Al-Khatib. باریکلا. خیلی خوب. یه رفت وارد مأموریت بعدی شد. خیلی خوب دوستان. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه پسندیدید لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید برای حمایت از من و کانال. تا پارت بعدی فعلا خداحافظ.